سوال جوابی عظیم داری. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قاضی بیضاوی رحمت الله علیه را بسیار عجیب بیان میکند که خصوصا میگوید که اهل علم را در زیر همین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اهل علم را در هر یک الیف اون، در هر یک الیفی که اون تعلیم گرفتگی هست یا هر یک احترامی که عامه مردم اونها را کردگی هستند، الله سبحانه و تعالی اونها را سخت مؤاخذه اشان میکند. بسیار بسیار مؤاخذه سخت دارند. بنابراین اهل علم همون طوری که اکای داملا الله جزای خیرشان بدهد، یک مسئله که در آخر حدیث اشاره کردن اخلاق نکو، اخلاق نکو، همین اخلاق نکو خصوصا در قاری ها و در داملا ها و در عالم ها باید نسبت دیگران بالاتر باشد. در مدینه منوره پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثریت مردم ایمان می آوردن، ایمان را قبول میکردن، اخلاق پیامبر خدا را نگاه کرده ایمان قبول میکردن. یک روز ابو جهل علیه لعنت الله یک زن فاحشه را یک چندین دینار درهمش داد، گفت که پیامبر ها زیر سایه درخت نشستگی هست و تنها خرما خورده ایستاده است. برای گفت یک کاری بکن که سبب استهزای پیامبر بگردد. این زنی بدکاره بود، زنی فاحشه بود. نزد پیامبر آمد در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خرما تناول میکردند. زن آمد گفت این چه خیل پیامبر است که تک و تنها میخورد؟ این چه خیل پیامبر است که کسی را به طعام دعوت نمیکند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بسم الله بیا بشین. گفت نیت و مرام زن تمسخر کردن پیامبر بود، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی او را که از همه جهت حفاظتش کردگی که بودن، پیامبر گفت بیا بشین. آمد زنی بدکاره نزد پیامبر نشست. پیامبر خرمای را گرفت و گفت بسم الله. زنی بدکاره گفت من از دست شما نمیخورم، بلکه لقمه‌ای که در دهان شما هست همون را برای من بده. مقصدش مسخره کردن پیامبر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم همون لقمه خرمایی که در داخل دهان مبارکشان بود همون را برآورد و دراز کرد. گفت ای پیامبر او را بگی در دهان من بمان. پیامبر صلی الله علیه و سلم خرمایی که او را در دهان خود خاییدگی بودند او را گرفت و در دهان همون زنی بدکاره ماند. شما چی فکر میکنید؟ آیا خرمایی که از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم که برآمد سبب هدایت اون نیست؟ به مجردی که خرما را در دهان اون گذاشت، زن فورا تبدلات در درون اون پیدا شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انت رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین هنگام حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه سر مبارکش پایان کرد. گفت یا رسول الله، گفت دعني اضرب عنقه. گفت یا رسول الله اجازتم تین. گفت بدبختم مسترش بگیرم. مقصود مرام این گفت تمسخر کردن شما هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بخ یا عمر. ای عمر گفت آرام باش. ای عمر گفت آرام باش. الله سبحانه و تعالی مرا به سوی همین اخلاق نکو فرستادگی هست. مرا به سوی همین اخلاق نکو فرستادگی هست. الله جل جلاله برای پیامبرش صلی الله علیه و سلم همین آیت را فرود آوردند که ای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ای پیامبر ما، این فضل و رحمت ما هست که امروز در گرد اطراف تو ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و غیره رضوان الله علیهم اجمعین صحابه ها جمع شدگی هستند. این فضل و رحمت ما هست. رفت فرزن ولو کنت فرزن. ای پیامبر تو اگر سخت گپ میبودی، ترش رو میبودی، سنگدل میبودی، لانفضوا من حولک،
اینها از گرد اطراف تو میگریختن. در زیر این اهل تفسیر عجیب بیان ها میکنن، خصوصا در بابت اهل علم، خصوصا در بابت واعظان، خصوصا در بابت نصیحتگران، که نصیحتگران در وقت نصیحتشان حتی چنان الفاظ از زبان اونها خارج نشود که سببی گمراهی دیگر بگردد، بلکه چنان الفاظ و چنان شیرین سخنی و چنان شیرین گفتاری داشته باشند که سبب هدایت دیگران بگردد. فرعون که علیه لعنت الله و الناس اجمعین نخستین فرد بود که گفت انا ربکم الاعلی، دعوای پروردگاری کردگی بود، نخستین فرد روی زمین. الله سبحانه و تعالی زمان حضرت موسی و حضرت هارون را به طرف اون فرستاد. الله سبحانه و تعالی برای حضرت موسی گفتن که موسی زمان نزد فرعون که رفتی با همراه هارون هرگز به اون سخن گپی فروش نگو، حکیمانه صحبت بکن، علمانه صحبت بکن. وقتی که نزد اون که در آمدی فقولا له قولا هینا، در تفسیر میگه که فقولا له قولا هینا لینا، با نرمی صحبت بکن، با حکمت صحبت بکن. چرا؟ لعله یتزکی او یخشی، شاید که اون پند بگیرد، شاید اون بترسد. اشارت به سوی این است که اخلاق نکو، گفتار نکو سبب هدایت دیگران میگردد. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراه اهل صفه نشستگی بودند. یک یهودی زاده آمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون رفاقتی داشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دعوت کرد. احترام عرب ها چنان بود که مثل من و شما یک انسان را اگر بسیار مهمانداریش بکنیم، بسیار او را قدردان که بکنیم، نزد اون گوسپندش میکشم یا اینکه یگان گلیمش میدازم. در عرب ها چنین بود که کسی را احترام غایت که میکردن همون سله خود را یا همون چادر خود را میگرفتن در پیش پاش میماندن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این یهودی زاده را دعوت به اسلامش کرد. گفت اسلام بیاور نجات بیابی. او را حکیمانه با اون صحبت میکرد. هرچند که او را میگفت که ایمان بیاور، هرچند که برای او را دلایل را پیشکش میکرد، این قبول نکرد. گفت پیامبر خودت را خسته نکن، من ایمان نمیارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم بازم اصرار کردن گرفت. الله سبحانه و تعالی همین آیات را نازل کردن همین جا که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ای پیامبر خودت را به هلاکت میاندازی به خاطر هدایت اینها؟ هدایت که از جانب ما هست. هدایت دو قسم میشد، هدایت توفیقی و هدایت ارشادی. هدایت توفیقی از جانب الله سبحانه و تعالی است، اما هدایت ارشادی از جانب علما همگیشان هدایت ارشادی کرده میتوانند. یک کس را نصیحت میکنند، یک کس را راهنمایی میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم اصرار کردن گرفت، این مرد قبول نکرد. تا جایی که دیگر چادر مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم را به دستش گرفت برطرف کرد. گفت ای محمد، گفت خودت را خسته نکن. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه همیشه در پهلوی پیامبر بودند، همیشه در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم مثل یک عسکر بودند. در هر حالت حضرت عمر غضبشون بیشتر بود، سر خود را پایان کرد. گفت یا رسول الله، گفت این گفت قبول نمی کرده است، بگذار گفت من کاری را حل بکنم. یهودی رفت، چند لحظات گذشت، نزد پیامبر برگشت، آمد و دو زانو زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انت رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت یا رسول الله، گفت یا محمد، گفت من به خاطر ترس عمر و به خاطر سیاست عمر من ایمان نیاوردم.
بلکه گفت به خاطر اخلاق نکوی شما، به خاطر گفتار نکوی شما گفت من ایمان آوردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کرد گفت یا ابن خطاب، ای پسر خطاب، هر کجایی که حجت است، هر کجایی که سخنی نرم است، سخنی با حکمت است، اونجا شمشیر به درد نمیخورد. اونجا شمشیر به درد نمیخورد. زن که دین رحمت است، دین شفقت است. دین الله سبحانه و تعالی، شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم تنگویی را دوست نمی‌دارد. حتی الله اکبر، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک